یه ویدیو بررسیشو بزنیم که شامل گانس بکشل و کیل افکت میشه، ببینم لذت میشه چون خیلی مهمه. چون نمیاد بیا دیگه اومد. خب ما آیس میکشیم، آیس لیجند. شما تو کامنت بگید هر دفعه میرین تو مچ اینطوری میشین یا نه. خب الان این آیس ماست، این گانس بکشنه، خیلی باله. از نظر این گانا داره دیگه گولد نکنید، خدای گولد کردنش نمیصرفه دادا دیگه، انگار خودش گولد هست. اوه چقدر باحاله کیل افکتش. بیام این نزدیک. اوه بذار بیام جلوت. چقدر خوشگل، چقدر خوشگل. حالا از این زاویه نه بذار از دور بزنیم، از دور ببینیم خوبه. همچنان خوب نیست از دور. خب ببینید 16 تا 18 تا دمیج میشه. یعنی بخواه از دور یه انمی رو بزنی نمیشه، ولی با تو میتونی بزنی. خب مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین، واقعا تشکر میکنم. بی زحمت یه لایک و سابن کنید که حمایت خیلی بزرگی از من. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.